همکاران ما امروز به لطف الله بزرگ برای بیش از 100 خانواده نیازمند که قبلا با بررسی نیازهایشان برای آنها کارت‌های دعوت به این مکان داده شده بود 4 قلم مواد غذایی را اهدا خواهند کرد و باز هم این مکان تاریخی و مقدس امروز شاهد بهترین و بزرگترین برنامه خیریه در سطح شهر کابل خواهد بود. بالاخره برای 100 خانواده این مکان در بهترین شرایط پذیرایی آماده می شود. هموطنان عزیز به برنامه اشک و لبخند خوش آمدید. امروز به کمک شما عزیزای دل قرار است بر 100 خانواده 4 قلم مواد غذایی را تقدیم کنیم. ما فعلا در مسجد عیدگاه هستیم و تمام دوستایی را که شما در بک‌گراند ما می‌بینید یکی دو روز قبل در شهر و بازار با هر کدامش سر خوردیم، برشان کارت توضیح کردیم، مشکلاتشان شنیدیم و امروز قرار است که بر 100 نفر البته 4 قلم مواد تقدیم کنیم. قبل از این که بریم با دوستا صحبت کنیم از جناب قاری صاحب خواهشمند هستیم که یک تلاوت زیبا کنن، بعد از او باز میریم به طرف دوستا. مهربانی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. ما كان
خاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم اجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله محمد رسول الله آمین یا رب العالمین. خداوند پاک خیر نصیبت کنه. دوستا اسمان و مبر از دوستا را زیاد به انتظار نمیگذاریم. از یک طرف برای تمام دوستا بدون از یک 4 قلم مواد که از قبیل 1 بوتل روغن، 1 بوری برنج پالوی، 1 شوله‌ای و 1 بوری هم آرد درجه اول برشان تقدیم میکنیم و 500 افغانی هم برشان میتیم به خاطر کرای موترشان. شاید بعضی هایشان باشه که کرای موتر هم نداشته باشن که این مواد تا خانه خودان انتقال بتن. ستړی مشه مورې څنګه یې څه کوي ته دلته؟ لاړ سره ځه زما کور خو وګوره بچی یار که ماسې منزل درلودی بچی دغه نه دی دغه چې درته ووایي دغه اډه کې زه خو ګدایي کوم بچی ولا که پښیمانه سم دغه ټول دغه ملایانو ټول مسیان دي د کور کې څو کسان یاستئ تاسو؟ موږ 15 کسان یو په کور کې یو نفر لرو موږ یو زوی کراچیوان لرم بچی نور څوک کار نه کوي؟ نه لرم نور د کار دا نه لرم مګر زما کور خو یار وګوره چې بیا زه دروغ وایم که رښتیا وایم بچی خدای مهربان دی زما بچی جانه زه په ژوندی اوسې مورې دا 500 افغانۍ هم د کرایې په حساب دا به د موټر کرایه که ښه تو در گوشه خدا گرفتی سلام علیکم من روان کردم نگفتم اینجا باشه نمیشه خب ولی تو در جمع سیاسرها خدا زدی چرا؟ سفید سیاسر خردش یک رقم خب من ایران ماندم که تی در قاط سیاسرها چی میکنه خیر این 500 ای کرای محترت است خب چی گفتنی داری برای کسای کمک میکنه از قرای دور؟ خداوند جوان و مردم و مسلمان را توفیق بده خدا وطن ما را آرام کنه با برکت بیا دیگه تجارت و سرمایه‌دار ما را چی کنه که قدیم کنه که دیگه غریبی خلاص شود از این وطن. بیشه خدا بیشه
دلکای کلتان نازک شده دیگه. می 4 کلمه که میگیم. چرا پدر؟ چه حالت؟ خیر یک توفیق هموطنا فکر کنین کسایی که در خارج است چی خورد است چی کلان است بیچاره کار میکنن زحمت میکشن رایی میکنن بر ما و ما میخوایم کسای شما را خدا دو صاحب با عزت باشید وارم خداوند اجر بده شما با عزت باشید قربان کرای موتر دادم این برادر ما خانهش در گرفته 3 تا تفلکاش وال مرا گفت که در شبخانه استقلال از خانمشان انشالله شمارش هست باز ما به خانهشان میریم یک سر میزنیم بخیر باشه ای خدا مهربان هی بوده نمیگم سر ما گفتم دیگه مشکل نیست خیر باشه این 7500 افغانی را از طرف برادر ما امید خان از دبی روان کرده میره بیگی فقط آرده که بردی بخیر برو سیاسر تک تفلکای خداوند ناجی که بشه بر نصیب تو تداوی شکو باز ما انشالله خانه بخیر باش صحیح قربانتون رب نه خدا کریم بخیر بلند باش بخیر باش خانتون چطور هستی؟ چی کردی پاپوڑ گل شالی و یاره؟ استاد از بیادر خب می‌آوردی که می‌خوردیم نه؟ نه بخیر باشی انډیواله دی
چطور هستی؟ خوب هستم. جان جور است. تو دین روز در کراچی بار که می بردی یا خالی بود؟ با اسکل بود چی بود؟ اسکل بود. با اسکل بود نه؟ خب دیرو چند کار کردی؟ والا 120 روپه کار کردم. کل روز. تو همی کلای تا پایین کو؟ تر والا یک جوان ما که در این حالت باشه ما توقع چی را داشته باشیم. دیگه کشورها از ما استفاده میکنه این جوانای ما را که به هر بانه میخواین از اونا کار میگیرن. همه طور است نه؟ وقتی که ما در وطن خودت جوانا را داشته باشیم ما کار نمیتونن. اگر 2 ساعت بگی 5 ساعت برات کار میکنه. مگم زمینش باید فراهم شود. همه طور است نه؟ یک کورس جور کردیم. با عزت باشی قربانتم. سلامت باشی. با ایمان داشته باشه به این خدمتت، به این انسانیت و شرافتت در این مقطع زمان تی خدمت به این مردم کردی. ما سپاسگزارم. با عزت باشی. ما همیشه در خدمت مردم بودیم. ان شاء الله بارها ما این به طور نیک یاد میکنیم. سلامت باشی. حسن یاد امروز هم یاد کردم. از اخلاق از همیدگی تا. با عزت باشی. نیام کرای موترتان که باز سودا را ببرین. قربان. بخیر باشی. ما سپاسگزاریم از فرهاد احمدزی و سلمان گوجی از بلژیم مبلغ 91500 افغانی را، افغان‌های با احساس از سویدن مبلغ 1,50,000 افغانی را، نوروز علی احمدی از استرالیا مبلغ 23400 افغانی را، محمد حیدر مالک از آمریکا مبلغ 26000 افغانی را، محمد شریف از دبی مبلغ 32330 افغانی را، وحید امین از لندن مبلغ 22500 افغانی را، عبدالله عثمانی از جرمنی مبلغ 18200 افغانی را، نعیم یعقوبی از استرالیا مبلغ 29000 افغانی را، طاهر خوشیوال از هلند مبلغ 8180 افغانی را، عبدالاحد مشعل از هلند مبلغ 8080 افغانی را، دارنده کد نمبر 4545 از لندن مبلغ 11100 افغانی را، داوود یاوری از لندن مبلغ 11600 افغانی را، سهراب حیدری از آمریکا مبلغ 10000 افغانی را، فیصل وفا از هلند مبلغ 13160 افغانی را، شهرام ظفری از جرمنی مبلغ 24000 افغانی را، عبدالله رشید از آمریکا مبلغ 17000 افغانی را، نوید حبیب از ایتالیا مبلغ 18500 افغانی را، شیرشاه الکوزی از جرمنی مبلغ 28000 افغانی را و عبدالرقیب عادل از لندن مبلغ 7100 افغانی را به این برنامه ارسال کرده بودند که مجموع کمک ها در برنامه امروزی مبلغ 5,60,000 افغانی می شود. برخیز و چشم باز کن، فردا نوبت توست. آره، این ملت من است که دستان خیش را برگرد آفتاب کمربند کرده است.
این مشت‌های اوست که می کوبد از یقین دروازه های بسته تردید قلب.